بسم الله الرحمن الرحیم. بازم بسیار زیاد تشکر که سر ما اعتماد کردین. از تشکر از استادا که سر ما اعتماد کرده که ما را خواسته با شما چیزی که یاد دارم را با شما بگویم. موضوع ما همون چند همسنفی هایتان وقتر آمد، خو خیر باز شد بازم رای از یام گپ میزنیم. بخش کمره. بسم الله الرحمن الرحیم. کمره خب از شما میفهمین. کمره یعنی برای عکس گرفتن از تعریف‌هایشان تیر میشیم که کمره چی است و چی رقم است. بخی تعریف‌ها رو ما رو گنگس کرده نه همون تو است. کمره هر کس میفهمه که نامش بگیرین که کمره است. کمره یعنی عکس گرفتن، یعنی ویدیو ریکورد کردن. درست است؟ همین چیز است. شما کدام تعریف دیگه ندارین. خب دیگه ما کمره دیجیتال، شما خود در فوتو ژورنالیسم خواندین که چند رقم کمره است. کمرای قدیم که بود که مثلا کمرای آنالوگ بود، کمرای دی وی کم بود، حالی که مثلا کمرای اچ دی است و 4K است، حتی تا 8K کمرا چی است در بازار آمده و از کمپانی‌های مختلف است که کینون است، سونی است، نیکون است. در افغانستان یعنی مشهورترین کمرا کدام است؟ سونی، نیکون و کینون. اینو کمرا بسیار زیاد است و در افغانستان یوتیوب، تلویزیون ها، رسانه، ادارات دولتی که است از اینمی کمرا چی میکنه؟ استفاده میکنه. باز در این نمایش که من براتون گفتم که کینون است، نیکون است و سونی است، باز مدل های مختلف داره، قیمت های مختلف داره، کیفیت های مختلف داره. امور رقم چی است؟ در هر کمپانی مثلا امو مدل هایش متفاوت است. صحیح است. امروز ما سر چند موضوع که مثلا اینجا ما گرفتیم سر از او گپ میزنیم. یکی هاردویر کمره است و سافتویر کمره است که بسیار مهم است. در بخش سافتویر کمره است و دیگه امو تکمای کمره است که مثلا در کمره زیاد تکما است، زیادتر امو عکاسا که مثلا تنها یک شتر چی را میشناسه، باتن میشناسه، دیگه باتنش چیزی نمیشناسه که مثلا به خاطر چی است، به خاطر چی استفاده میشه. هر باتن که در سر کمره است بسیار مهم، در هر جای خودش چی میشه استفاده میشه. دیگه مودای داریم در کمره که مثلا مود باتن ما برشان میگیم که بسیار مهم است. بخش کامرامانی مسلکی، امو کسایی که کامرامانای مسلکی است، همی باتن بسیار برشان چی است؟ مهم است. و دیگه آیسوس و شتر است و افرچر و چند چیزای دیگه هم در سلایدها که میایه امورا براتون چیز میکنیم میگم. اول میایم بیشتر که ما چیز گفتم کامرا چی است. بیازو شما بیشترم گفتم که کامرا یک وسیله عکاسی و ریکورد کردن برای ویدیو است. صحیح است. از اویشان چیز میشیم که مثلا دیگه کامرا از 3 بخش ساخته شده. خب هر چیز که مثلا بخش‌های مختلف داره، کامرا مرکم از 3 بخش چی شده ساخته شده که یکیشون بادی است، یکیشون مغز کامرا که در داخلش مثلا سنسور، شتر است و دیگه هم مهمترین چیز که است او چی است؟ لنز کامرا. لنز کامرا یعنی در مو 3 چیز که یکیشون نباشه کامرا چیز بماناست. صحیح است. دیگه میایم که مثلا امی کامرا است، لنز کامرا و مغز کامرا هم داخل کامرا. مثل که ما پیشترم گفتم امو تو یک دفعه چیز براتون میگم، خلاصا میگم باز کار عملی سر کامرا میکنم. صحیح است. میجا کامرا را سر کامرا کارایش عملی میکنم. ما در کامرا زیاد دکمه باتن است که مثلا پیشترم که گفتم هر یکشان چی است در جایگاه خودشان چی میشه استفاده میشه. شما میبینید در سر کامرا دکمه زیاد است، سرشان نوشته نیست بدون یک دو سه دکمه که مثلا سرشان نوشته باشه که اینی کار چیز میکنه انجام میکنه، دیگه کلش بدون نوشته است. صحیح است. این هر یکشان یک جای خود یعنی خودشان چیز میشه استفاده میشه. وقت به این خاطر ما چیزهای مهمشون براتون میگم که وقتم کم است و زیاد است. تنها در سرش است، در پیشرویش، پشت سرش، در هر جایش که بطن است تنها بطنهای مهم براتون میگم. صحیح است. یک آن آف است، رو شما میفهمین که کامرا روشن و خاموش میشه. صحیح است. در اینجا دوم بطن که بسیار مهم است مود بطن که باز در اینجا چند دانه دیگه چی داره؟ مود داره. مود میشناسین؟ حالت. صحیح است. یعنی ما مثلا
حال در داخل صنف از یک مورد استفاده میکنیم، در بیرون مثلا از دیگه مورد استفاده میکنیم، مثلا در جایی که رنگ و کالرینگ و مثلا سرسبزی باشه و دیگه مورد استفاده میکنیم، و مثلا جایی که لایت مثلا سرخ یا مثلا سفید باشه از دیگه لایت استفاده میکنیم. اینا میره چی میگه؟ مود. میگه مودتون بسیار خوب است. صحیح است؟ اینا مود میگه، یا مدلینگ هم میگه، چیز است نه؟ یا مود برشن است که را باز دانه دانه تشریح میکنیم که مثلا پیچی است، تی وی ای وی منوال و چرا مثلا ایره جدا کرده یا هم مثلا جداست. صحیح است؟ در مود باز چرا دو رقم مود ما داره. دیگه از این قدر باز که ما چیز میکنم، دیگه بطن مهم که است شتر است. شتر هم میشناسین که مثلا شما سر از تو که عکس میگیرین، اینی را چی میگه؟ شتر میگه. شتر باز هر کدامش اینطور است، یک چند بٹن است که مثلا 2 یا 3 وظیفه داره. یک دانه است مثلا چند وظیفه داره؟ 2 یا 3. مثل چی؟ مین بٹن که مثلا این چند وظیفه داره. مثلا شتر را کنترل میکنه، آیسو را کنترل میکنه، افرچه را کنترل میکنه. یک وظیفه دیگه مثلا است که مثلا عکس را تغییر میده یک طرف دیگه طرف، مثلا ویدیو تا ویدیو. مثلا شما یک دانه ویدیو گرفتین، باز 10 دانه عکس گرفتین، باز یک ویدیو گرفتین، باز مثلا 4-5 دانه عکس گرفتین. وظیفه یا اینمی هم است که مثلا از یک ویدیو تا دیگه ویدیو بره، مثلا از یک عکس تا دیگه عکس بره، همین رقم است. مثلا از 10 عکس جمپ میزنه تا دیگه ویدیو. یا مثلا به این خاطر گفتم که مثلا 3-4 وظیفه ای داره. کنترل مثلا وایت بالانس اینی داره، مثلا کالرینگ سر از این چیز میشه تو که ما کنترل میشه. به این خاطر من چیز کرده مین بٹن یا نامشون اصلی بٹن. دیگه اینجا ما که داریم آیسو بسیار مهم است در کامرامینی. در بخش کسی که کامرامینی میکنه، یعنی کسی که مسلکی باشه، کسی که از آیسو استفاده میکنه، از این بٹن چیز میکنه، استفاده میکنه. دیگه از این تیر میشیم که مثلا فلاش لایت و چیزا بند و چیزایش هست، از اون چیز میشیم. ایره باز چی را میتونم و مثل را بر شما میتونم، میشه شما خودشون ببینید. ما که گفتم که مود بٹن، مود خود شما چیز کردین، خوندین که مثلا یک بٹنی است که بسیار مهم است در بخش کامرامینی. کسی که مسلکی و عکاس باشه از این تکمه زیاد استفاده میکنه. صحیح است؟ ما اینجا چند رقم مود داریم؟ 2 رقم. یکی اصلی یا اساسی است و دیگه هم مودای انتخابی است. صحیح است؟ اصلی یا اساسی مود چی است؟ اینجا شما میبینید در این نوشته، در این مود ایتو یک چیز کرده میبینید، این را جدا کرده. با این معنا که با این کامرامینای مسلکی است، این طرف که است با کامرامینای غیر مسلکی. یعنی مثلا یک کس که مسلکی نباشه یا میتونه کامرا چیز کنه، استفاده کنه. اما کسی که مسلکی باشه یا میتونه از اون کامرامینی که غیر مسلکی است از او که خوبتر چیز کنه، استفاده کنه. صحیح است؟ اما کسی که غیر مسلکی است سر از اون نفهمه که مود اساسی چی است و مود انتخابی چی است، برایشون چیز است سخت است، یعنی نمیکنه سرشون. ما امروز بحث ما سر همین 4 مود چی است، به خاطر که شما خب از او بخیر کامرامینای عکاسای یا فوتو ژورنالیستای مسلکی میباشین حتما. صحیح است؟ سر از این گپ میزنیم، خب زیاد فوکس ما در چی است؟ سر مودای مسلکی. صحیح است؟ ما اینجا میگیم که اینجا نوشته کرده که مثلا مسلکی مود اون مود است که مثلا کامرا به شما اختیار میده که بگی مثلا چی رقم کالرینگ، مثلا چی رقم لایتینگ، مثلا فوکس دی فوکس، شاتر، مو چیزایی که مثلا در سوژه‌ای که در حرکت است و سوژه‌ای که مثلا بک‌گراندش دی فوکس است و همین سوژه‌ای که مثلا یک جایی که روشنایی کم باشه شما میتونید روشناییش زیاد کنین. کامرا اینطور نیست که مثلا یک کس $1000 یا $1500 سرشون میته باز کامرا عکس صحیح نگیره. مشکل در کی است؟ مشکل در عکاس است که سرشون عکس گرفته نمیتونه. صحیح است؟ کسی که مسلکی باشه در هر رقم جایی که مثلا بیرون هر چقدر لایت زیاد باشه، در داخل هر چقدر تاریکی باشه، کسی که مسلکی بود یا چیز کرده میتونه عکس گرفته میتونه. یگان کسایی هست که کامرایشون 5D است یا کامرایشون 90D است، میگه والا چی است کامرایتون خراب است، این عکس صحیح نمیگیره. مشکل در کی است؟ مشکل در کامرامین است که یاد نداره. صحیح است؟ مشکل در اینجا که مثلا از مود استفاده نمیکنه، مشکل در اینجا است که مثلا لایتش کم کرده نمیتونه، مشکل در اینجا است که مثلا آیسو شاترش تغییر داده نمیتونه. صحیح است؟
ما اینجا میریم پیش. یا اول ما که گفتم مودای غیر مسلکی را میخوانیم. در اینجا در کامرا شما ببینیم یکیشان اینمو تو برنگ آبی است. در اینجا معلوم میشه رنگ آبیش میبینید ای مود، یعنی اوتو مود، اینتلیجنت اوتو مود. صحیح است؟ به این معنا که کامرا هیچ اجازه برای عکاس نمیده که مثلا یک چیز تغییر کنه. مثلا هر جایی که باشه، مثلا اینجا تاریک است، کامرا خودش چیز میکنه، عیار میکنه که مثلا اینجا تاریک است، باش کامرامای نمونه عکاس نمیفهمه که مثلا چی رقم سیتینگ برابر کنه. میشه از اوتو مود استفاده کنه. مثلا در بیرون روشنایی زیاد است، کامرا خودشون چیز میکنه، یعنی اینتلیجنت به این معنا که مثلا زیاد زیرک و هوشیار است که مثلا میفهمه که روشنایی زیاد است، خودشون مثلا شترش کم میکنه، اپرچرش کم میکنه، مثلا به این خاطر که مثلا در بیرون چی است؟ روشنایی زیاد است. جایی که مثلا تاریکی باشه اپرچرش زیاد میشه و مثلا شترش هم چیز میشه، کم میشه. به این خاطر که مثلا به سنسور از لنز زیاد نور به چی شود؟ به کامرا داخل شود. صحیح است؟ به این خاطر اوتو مود به این معنی است که هیچ اجازه کامرامای نداره بدون از شتر. صحیح است؟ بدون از شتر. ولی مثلا ما یک چیزش برای شما میگم. سعی کنید مثلا ما در آیسو تغییر میایم، میبینی اینجا میگه this button is not available. به این معنی که مثلا ما در اوتو مود است، به ما اجازه نیست که ما چیز کنم، تغییر در کامرا بیایم. تنها ما اجازه چی دارم؟ عکس گرفتن دارم. صحیح است؟ به این خاطر دیگه بدون از این دکمه دیگه ما به اجازه ندارم که مثلا در دیگه بٹنایش هم چیز کنم، تغییرات برم، در دیگه سیتینگشون تغییرات برم. مثلا امی مثلا آیسو که است چی فوکس، اوتو فوکس، مثلا که ما در مینوال ولی ما میتونم که مثلا سرازی چیز کنم، تغییرات بیارم. صحیح است؟ فهمیدین ان شاء الله؟ اوتو مود. خب دیگه اینجا ما زیاد مورد دیگه هم هست، مثلا تصویر و لندسکیپ و کلوز اپ و سپورت مود و نایت پورتریت و نو فلاش و تو کریتیو اوتو یا تصویر فعالی که میگه، یا کلشون برای کی است؟ برای کامراماینای غیر مسلکی که مثلا کامرا نو بگیره، سر کامرا بلد نباشه، یا میشه از او مودا استفاده کنه. شما مثلا ما که یک جای بریم که مثلا یک برنامه باشه، مثلا یک 20 نفر کامراماینای جای ساد باشه، مثلا یک برنامه است یا هر چیزی که است، یک برنامه یک پروگرام است، من که ببینم که کسایی که مثلا از مینوال مود استفاده میکنه، ما میفهمم که چی است کامراماینه مسلکی است. کسایی که از اوتو مود استفاده میکنه، ما میفهمم که یا چی است غیر مسلکی. صحیح است؟ هر وقت که مثلا شما از کامرا استفاده کنین، باید از مود چی؟ مینوال یا هم از مود انتخابی شما چیز کنین، استفاده کنین. دیگه اینجا مثلا زیاد تصویر هست که مثلا کامرا میتونه که مثلا تصویرهای پورتریت، چهره هموار در کاسخانه که استفاده میشه که مثلا چهره را هموار میکنه، مثلا چملکی چهره که باشه یا را در چیز در پورتریت مود میشه از او استفاده کنه. و دیگه که است لندسکیپ است. لندسکیپ به این معنی که مثلا شما یک منظره را چیز میکنین، عکاسی میکنین. صحیح است؟ این در مودای چی کسایی که مثلا غیر مسلکی است، از میشه از این مود استفاده کنه. ما خود مثلا که از منظره عکاسی میگیریم، میتونه نمیکنیم که مثلا یک جایش فوکس باشه و دیگه جایش هم چیز باشه، دی فوکس باشه. نه، منظره که باشه باید کلشون چی باشه، معلوم باشه. مثلا هر جایش که مثلا که درخت است، اینجا گل است، مثلا اینجا آپارتمان سر چی است، در منظره باید کلشون چی باشه، معلوم باشه. یعنی در این مود فوکس دی فوکس چی است نمیشه. صحیح است؟ و دیگه ما مثلا کلوز اپ داریم. کلوز اپ به این معنی که مثلا چیزای مثلا از گل که مثلا ما عکاسی میکنیم، از چیزای مثلا بسیار خرد که بک‌گراندش چی باشه، خیره باشه. فوکس دی فوکس هم میشناسین؟ صحیح است؟ به این خاطر که مثلا بک‌گراندشون اموت خیره باشه. دیگه ما سپورت مود داریم. سپورت مود به این معنی که مثلا شما عکاسی میکنین، یک جای مثلا بازی فوتبال است یا یک جای بازی کرکت است یا باسکل دوانی یا موتورسیکل دوانی. شما ایتو عکس دیدین که مثلا یک کس در دویدن است و اموت پایش اموت کش باشه در عکس، یا مثلا یک موتر چراغایش روشن است که مثلا عکس بگیرین، اموت چراغایشون چیز میشه، اموت کش
خیر اگر ندیدیم با سلاید های آینده در شاتر سپید یارا میخونیم. این به این معناست که سپورت مود جایی که مثلا سوژه‌ای که مثلا در حرکت است یا مثلا سوژه در جریان حرکت باشه، از این مود ما شما چیز میکنیم استفاده میکنیم. دیگه همون تو نو فلاش لایت است، یا به این معنی که مثلا اگر فلاش هم جایی که مثلا نظامی باشه یا جایی که مثلا اجازه فلاش نباشه، اگر کامرا به خاطر که اتومات به این معنی که جایی که مثلا تاریک باشه کامرا اتومات فلاش چیز میکنه، آن میکنه. نه جایی که مثلا اونجا فلاش اجازه نباشه باز نو فلاش مود چیز میکنین میزنین که اگر فلاش بالا میشه چیز نمیکنه، روشنایی چیز فلاش روشن نمیکنه. صحیح است. دیگه میریم مودای مسلکی یا عکاسای مسلکی که از این مود استفاده میکنه. یکی چی است؟ AV, TV, P و منوال. ما اینجا شاتر پرایوتی اولیت شاتر یا مثلا مو سوژه‌ای که در حرکت باشه، ایرا چی میگه؟ تایم ولیو، اپرچر ولیو، یعنی اولیت تایم. صحیح است. یا اپرچر و همو تو شاتر. صحیح است. اول ما میایم منوال مود. صحیح است. میایم از چی را از پروگرام مود پی مود شروع میکنیم. پی مود یک مودی است یا مسلکی است. میشه شما در اپرچر تغییر بیارین، میشه شما در آیسو تغییر بیارین. صحیح است. یعنی به این معنی که مثلا هر مود میشه در چند چیز تغییر بیارین و در چند چیز نمیشه که مثلا شما تغییر بیارین. دیگه مثلا شاتر بیشتر ما گفتم امو سوژه‌ای که مثلا در حرکت باشه ما میشه از شاتر استفاده کنیم که کامرای حال آمده که مثلا شاترش از 0 تا 4000 سکند، به این معنی که مثلا یکی بر یک ثانیه با 4000 بخش تقسیم میکنه، در یک بخششون عکس به یک سرعت میگیره. مثلا طیاره یا مثلا پکه دیوالی هرچه که سرعتشون چقدر زیاد است، نه ای تو عکس گرفته میشه که مثلا این فکر ایره کم نشان بده که مثلا یه چی است؟ استاد است. این چی است؟ از شاتر استفاده میکنیم. به این خاطر که مثلا شاترش چقدر که زیاد میشه همون قدر تصویرم چیز میاد صاف میاد پاک میاد. به این خاطر مثلا کسایی که مثلا از دست استفاده میکنه که مثلا از دست کامرامانی میکنه، شاترش که زیاد باشه مثلا همون قدر تصویرش کیفیتش خوب میاد. مثلا که شاترش کم باشه، مثلا اگر شما سام میکشین یا مثلا دستایتان لرزه میگیره، بازم چیز میشه تصویر کیفیتش همون تو جلجلک پیدا میکنه. باز ما تصویر داریم که مثلا در 30 ثانیه یک تصویر گرفته میشه. به خاطر چی؟ این به خاطر اکسپوژر یا مثلا جایی که مثلا شاید شما چند تصویرات دیده باشین که آسمان امو ابر و ستاره و چیزا متکاش باشه. این خودت نمیشه که مثلا کامera رو برشون گرفته که این یک تصویر در 30 ثانیه میگیره. هر چیز که در پیشروی کامera میاد امو را ثبت میکنه. در 30 ثانیه هر چیز که در چیز میاد در پیشروی لنز میاد، هر رونا که میاد، مثلا هر روشنایی که میاد، هر رنگ، هر کالرینگ که میاد، کامera خودشون در سنسور ثبت میکنه. بعد 30 ثانیه یک تصویر برای شما چیز میکنه میگیره. این به خاطر چی است؟ برای شاتر یا بسیار مهم است. یگان کسا مثلا که غیر مسلکی باشه، دو وقت در جمهوریت ما یک جای رفته بودیم، یک کس مهم اومده بود یا خم زیاد سر استیج را میرفت، همون تو شاترش پایین بود، همون هر قدمش که می از یک قدم دیگه اش همون تو گد بود، بخی گدودی بود. صحیح است. مسلک کامرامانای مسلکی کس یا میپومه که مثلا این جای مثلا دویدن است یا مثلا جای سپورت است یا مثلا بازی است، هر چی که است از باز چیز میکنه از شاتر استفاده میکنه. دیگه افرچر خو میشناسین، فوکس دی فوکس حالا بسیار مشهور شده. کسی که مثلا موبایلشون فوکس دی فوکس نمیکنه، باز فتوشاپ بک‌گراندش چیز میکنه، خیره میکنه، نه. و این بسیار در عکاسی بسیار مهم رول مهم داره که مثلا هرچه که مثلا کامرای خوب فوکس کنه همون قدر تصویر کیفیتش بالا میاد، به خاطر که شما اصل سوژه بر شما معلوم میکنه که اینمی اصل هدفتان است و دیگه چی است هدفتان نیست. ما شما از چی استفاده میکنیم؟ از افرچر. دیگه مهم بود که است منوال مود. منوال مود به این معنی که کامرا هیچ سر خود کار نداره که بر شما سیتینگ برابر کنه که والا اینجا تاریک است باش که ما مثلا آیسو را بلند ببریم و شاتر را پایین، یا مثلا جای بیرون روشنایی است یا جایی که مثلا سرسبزی و
چیزا زیاد است، کالرینگ رنگا زیاد است، کامرا نمیکنه که مثلا بر شما چیز کنه، ستینگ برابر کنه. همه ستینگ بر شما، همه چیز بر شما میته که مثلا برین سر خودتان کامرا را عیار کنین و عکس بگیرین. مثلا در شتر، در پرچر، در کالرینگ، مثلا در پرچر و چیزو هر چیزی که در کامرا هست که مثلا یک عکاس رازو کار میکنه که یک عکس یک تصویر خوب بیایه، کل مواک اختیار کامرا بر شما میته که شما چیز کنین، ستینگ برابر کنین. باز بخیر داخل سر از این کار ما در منوال مود میکنیم. صحیح است که مثلا سیم تاریک است، چی رقم باید عکس بگیریم. مثلا طرف که مثلا چی است، روشنایی است، کامرا این طرف بگیریم، امو تو روشن چیز میکنه، مثلا از حد زیاد روشن معلوم میکنه، چی رقم باید امور ما کنترل کنیم. صحیح است، مشکل نیست تا اینجا. من بیشتر براتون گفتم پروگرام مود مثل که ما تصویرهای لندسکیپ میگیریم، در اینجا فوکس دی فوکس نیست. مثلا که ما تصویر از سیمپ شما میگیریم، صحیح است، مثلا از اینجا تا آخر کلشون در یک چی میاین، در یک تصویر. مثلا این نمیشه که مثلا بیادر ما فوکس باشه دی فوکس باشه، پروگرام است، یعنی یک سیمپ است. نه، هدف ما گرفتین. ما مثلا میشه که مثلا در فرچر مود، صحیح است، مثلا فوکس دی فوکس که ما استفاده، مثلا که ما از اینجا یک چی را میگیریم، تصویر میگیریم، شاید این سه بیادر ما چی باشه، بیاید مثلا شما دی فوکس باشین. صحیح است، یعنی شما چیز کنید فوکس باشین، مثلا خیره تصویر شما چی باشه، خیره باشه. مثلا دیگه ما اینجا چی داریم، شتر اولیت به سوژای حرکت است، اولیت به شتر کامرا میته. مثلا فرچر اولیت به فوکس دی فوکس. منوال اولیت چی برای همه چیز میته به کامرامین اختیار میته که مثلا خودتان چیز کنین، سر کامرا کار کنین و ستینگش برابر کنین. صحیح است. در این اولیت یعنی به این معنی که شما میشه در شتر تغییرات بیارین، شما میشه که مثلا در فوکس دی فوکس تغییرات بیارین، یعنی در فرچر تغییرات بیارین، یعنی یک بخششون دیگه بخشایشون میشه کامرا خودشون چیز کنه، خودشون برابر کنه. صحیح است. اما تنها منوال مود است که مثلا همه چیزا میشه شما خودتان برابر کنین. صحیح است. سافت ویر کامرا میایم. صحیح است. در بخش کامرا ما یک چیز اضافه کنیم. کسایی هست که مثلا میگه بر شما میگه که مثلا با ما رقم تصویر بگی که ما در فیسبوک استفاده میکنیم. است کسایی میگه که مثلا با ما رقم تصویر بگی که مثلا ام بیش از 4 ام بی بالا نباشه. کسایی میگه با ما 4K عکس بگی، کسایی میگه که ما HD عکس بگی، یا کل خاصیت ها کامرا در خودشان داره. صحیح است که میشه شما امیر چیز کنین، در کامرا خودتان برابر کنین. از جای مثلا از یک زاویه عکس میگیرین، از این زاویه ما یک عکس میگیریم 4 ام بی است، از دیگهش میگیریم مثلا HD است، دیگهش میگیریم 4K است، باز ام بیش هم متفاوت است. ولی مثلا شما که پروفایل یک چیز مثلا از یوتیوب براتون میگم که مثلا عکس یوتیوب چنج میکنین، اونجا چی است که مثلا از 400 چند کیبی باید عکس وزن عکس ام بی وزن چی نباشه، بلند نباشه. شما چی رقم میکنین که مثلا این را پایین برشون بیارین؟ عکس که میگیرین در ایمیج کوالیتی امی شما بر شما میته که مثلا در کیفیت عکس چیز کنین، بالا پایین بیارین. صحیح است. HD را میشناسین چی معنی؟ های دفینیشن. صحیح. باز 4K آفرین. صحیح است. به این خاطر در سافتویر کامرا بسیار مهم است که ما باید در بخش سافتویرش هم باید بفهمیم. مقدر که مهم هاردویر است، سافتویرش هم مقدر مهم است. اینی که است انفو اسکرین است، به خاطر معلومات که مثلا هر وقت کامرا را شما آن کنین، مثلا در پی مود باشه، در منوال باشه، در هر کدامش که باشه، مهمش اینمی است که مثلا اینی چیزایتان برابر بود، میشه شما عکس بگیرین. کسایی که مسلکی باشه که اینی را ببینه میفهمه که والا چی است در این جای، مثلا اینجا صنف تاریک است، میبینه که مثلا آیسو چقدر است، اپرچر چقدر است و شاتر اسپید چقدر است. کامرامان این مسلکی باشه، کامرا را ببینه میگه اینی ستینگ به اینی ساحه چی است، خوب است، اما تو اتومات عکس میگیره. یکی در منوال مود اینی بدی داره، یگان کس مثلا که زیاد سرشان کار نکرده باشه، یک جای میره حتما عکس اولشان چی میایه، خراب میایه، به این خاطر که مثلا یا امتحان میکنه. صحیح است که باشه در این عکس چی میایه، مثلا که عکس میگیره میبینه که مثلا لایت زیاد است،
صحیح است. حتما اول تصویر معلوم میشه که لایت زیاد است، در تصویر دوم که میگیره آیسو را چیز میکنه پایین میاره و شتر بالا. صحیح است که به خاطر که چی شوه لایت زیاد است که مثلا یکم تصویر تاریک به باز عکسا که میگیره بعد از عکس دوم سوم تصویرش چی میاد عکساش خوب میاد. این فول اسکرین است که مثلا برات معلوم میشه که شتر ماده چقدر است. به این معنا یکی بر 40 به این معنا که مثلا یعنی یک ثانیه که است برای حصه 40 میشن چی میگیره یک تصویر میگیره. صحیح هر چقدر که بالا میبریم همین قدر شتر زود بالا پایین میشه و تصویر هم قدر در سرعت چیز میکنه میگیره. و دیگه هم افرچر است. به این معنا نیست که مثلا افرچر بلند ببریم فوکس زیاد کنه. این سرچپه است. به این خاطر مثلا که ما افرچر پایین میاریم مدان لنز چی میشه که مثلا ما افرچر پایین میاریم لنز چی دان لنز بالا میره. صحیح است سرچپه است. اگر مثلا بالا برم لنزش چی میشه خرد میشه. وقتی که خرد میشه شما خردترکی یا مثلا اشتکار دیدین که یک جای دور سعی میکنه اون در دست میبینه نمیگه صحیح معلوم میشه. صحیح است دیدین امو رقم یا مثلا در پایپ سعی میکنه باش که مثلا فوکس به این معنا که مثلا دیگه طرف سعی نکنه به خاطر که سر همو هدف همو سوژه اصلی سرشون چیز کنه سعی کنه. و دیگه مثلا شما همو چشم میره کم خاصیت داره که مثلا با یک چیز سعی میکنین دیگه چیزام براتون معلوم میشه اما سر فوکس سر زیاد چیز است نیست. صحیح است. دیگه مثلا اینجا ایمیج کوالیتی ما داریم و بیتری است. یعنی این فول اسکرین به این معنا که مثلا هر رقم سیتینگ شما برابر کنین در کامera براتون چی میشه معلوم میشه. مشکل نیست. خب دیگه در عکاسی گرید لاین یا هم ما در پشتو طلایی کرده برشان میگه که خطوط طلایی. صحیح است. در کامera هم است ولی شما مثلا موبایل هم در موبایل هم است. در موبایل دیدین که مثلا اسکرین نو چیز افقی تقسیم. شما شاید در فوتو ژورنالیسم خواندین یا نخواندین. این یک قانون است اما حتمی و ضروری نیست که مثلا حتمی باشه که حتما باید این کار کنین اگر نکنین تصویرتان بماناست. این حتمی و ضروری قانون چی نیست. قانون حتمی و ضروری نیست. اگر کنین اگر از این گرید لاین استفاده کنین در تصویرتان خوبی میآید و اگر اینطور نیست اگر نکنین تصویر یعنی تصویرتان بماناست اینطور نیست. صحیح یعنی قانون حتمی و چی است ضروری نیست. یک سروی شده که مثلا یک عکاس یک تصویر یا یک سوژه در تقاطع چی بیاید در اسکرین تصویر بگیره در تصویرش مثلا مردم دیگه که مثلا تصویرشان میبینه از این تصویر راضی است. مثلا تصویر تقاطع اول که است مثلا 41% یک سروی شده که مثلا تصویر در این تقاطع گرفته شود 41% مردم میبینه مثلا در پایین باشه 25% و دست راست مثلا پایین 14% دست راست بالا 20%. ما شما که مثلا در یک جای میریم در پارک میریم صحیح است مثلا گلاب باشه در اینجا معلوم است که در یک طرف استاد میشین که مثلا عکس ما را بگی. این تو خانه میکنین مثلا نیجا گل است اینجا استاد شوین که مثلا بگیرین یک عکس ما را. تا لیره کم عکس گرفتین معلوم است که مثلا شما از اسکرین یک طرف شون یا راست و یا هم چپ شون استاد میشین که مثلا عکس چی بیه خوبتر بیه. به این خاطر قانون گرید لاین یا چی که است خطوط طلایی که است از این چیز میکنیم ما شما استفاده میکنیم بخاطر که تصویر خوبه. شما مثلا در نه تنها در عکاسی در ویدیو ما میرقم است یک کس که از یک کس اینترویو میگیرین یا یک مصاحبه هم روشان میکنین صحیح است در یک طرف چیز میاین که مثلا بک‌گراند در هر موضوع که مثلا کس گپ میزنه مثلا در پشت سر سرک سازی است یا مثلا یک جای جور میشه نه امور در بک‌گراند میارین در یک طرف میباشد درباره امو سرک یا مردم گپ میزنه مثلا انجینیر در رابطه با امو سرک گپ میزنه. این تو خانه میکنین که مثلا انجینیر بیارین در یک دیوال استاد کنین که بیا اینجا با ما چیز کنین با ما کلیپ بتین امروز ما گپ بزنین در تصویرش معلوم نمیشه که مثلا چی است یا درباره چی در گپ زدنش شاید بفهمین تو معلوم نمیشه که مثلا امو ایده‌ای که مثلا چی داره یا امو نظر که مثلا کسایی که امو ویدیو باز میبینه از او کده که مثلا یک دیوال استاد باشه زیاد سرشان میپامه که مثلا در پشت سرشان چی باشه کار جریان داشته باشه. دیگه ما چی داریم شتر آیسو و اپرچر. این سه چیز تمام سه چیزا یاد بگیرین کامرا یاد گرفتین. صحیح است
دیگه که مثلا کالرینگ و چیزایشی بسیار آسان است. بسیار مهم در کامرا که است 3 چیز است: شاتر، آیسو و اپرچر. صحیح است؟ اول میریم در شاتر. اینجا شما دو تصویر میبینین، امو بالا کسند امو کنج. امو اولی شاترش چی است؟ بالاست یا پایین است؟ پایین است. میبینید در 30 ثانیه مثلا به این معنی که مثلا یک تصویر از 1 ثانیه شروع تا من 3 ثانیه، به این خاطر یعنی 3 ثانیه امو شاتر کامرا باز می باشد، مثلا روشنایی و چیزا که مثلا در سر سرک است، در هر جایی که است، امو را کامرا داخل سنسور میکنه تا 30 ثانیه. صحیح است؟ باز یک عکس میگیره. اینجا میبینیم مثلا در 30 ثانیه مثلا چقدر موتورها تیر شده. هر موتور که تیر شده چیز کرده؟ کامرا عکس گرفته. صحیح است؟ و دوم که است مثلا از 1 ثانیه شروع تا مثلا تا یکی بار 4000 سکند. با این معنی که مثلا امو موتورسیکل شاید در چقدر سرعت باشه. این معلوم میشه که مثلا چی احساس است. یعنی شاتر که است باز یک وظیفه دیگه هم داره: داخل شدن نور به کامرا. به این معنی که مثلا ما شاترم پایین ببرم، به این معنی که مثلا نورم زیاد به کامرا داخل میشه. میفهمین گپا؟ ما اینجا یک عملی براتون چیز میکنم. ایرا شاتر میگه در داخل چی است؟ سنسور بعد از او یک شاتر است. مثلا ما کامرا را چالان کردیم، میایم در اینجا اینی را چیز میگه شاتر میگه 1/50 است. صحیح است؟ ایرا ما مثلا 1/4 چند کردیم؟ 1/400 یا 1/320. این در کامرا تغییر است. سعی کنین شاید اما شاتر بسیار زود خلاص شود، باز شود. صحیح است؟ میبینین اینجا زیاد چی شد؟ اما تو زود. مثلا از این قدم که ما ایره به بالا ببرم مثلا تا 4000. صحیح؟ سعی کنین نول از او قدم تیز. صحیح؟ مثلا میایم اینی را پایین میبرم. مثلا در 2 ثانیه، در 2.5 اینالی ببینه. دیدین؟ به این معنی که مثلا شاتر که بالا شد، برای کامرا چی که است در پیشرویش میاد داخل میشه در سنسور ثبت میشه. اما شاتر که بالا باشه، اما یک چیزی که مثلا هر چی که دیده امو تو چشمه که مثلا چیز کردیم امو تو اتومات ثبت میکنه. صحیح است؟ سعی کنین اون تصویر امو تو چی بیا سفید آمد. یعنی به این معنی که مثلا نور به کامرا زیاد داخل شد. صحیح است؟ پامیدن چند وظیفه داره؟ 2 وظیفه. یکی امو سوژه‌ای که در حرکت باشه برای از او استفاده میشه و یکی هم برای کنترل نور که مثلا نور به کامرا زیاد داخل شه یا هم کم. باز داخل ایرا گپ میزنیم میجا عملا کار میکنیم. صحیح است؟ دیگه بعد از این ما چی داریم؟ اپرچر داریم. بیشتر ما گفتم که مثلا اپرچر که پایین بیارین، میبینین اینجا که پایین بیارین لنز چی میشه؟ دانش چی میشه؟ کلان میشه. و هر چقدر که اپرچر را بالا ببریم لنزش چی میشه؟ خرد میشه. اپرچر ما مثلا بالا میبرم دانش خرد میشه که مثلا ما پیشتر مثال براتون دادم که مثلا یک چیز هم تو خوب صحیح ببینین. صحیح است؟ و اینجا هم در تصویران با میشه ببینین. سعی کنین مثلا که لنز لنز کلان شد، به این معنی که حتما نور هم برای چی است؟ زیاد به کامرا داخل میشه. یا هم 2 وظیفه داره اپرچر، یکی برای فوکس دی فوکس، یکی بر کنترل نور که به کامرا کم داخل شوه یا هم چی زیاد داخل شوه. صحیح است؟ ما زیادتر وقت از 5.6 به این فوکس چیز میکنیم استفاده میکنیم. و اگر شما بخواین که مثلا در بیرون عکاسی بگیرین برای کامرامین میگین که عکس فوکس داره با ما بگی. صحیح است که بک‌گراندش چی باشه؟ شما ایره چی میگین که مثلا بک‌گراندش خیره باشه؟ ایره فوکس میگین یا دی فوکس؟ چی رقم؟ مردم عادی میگن که پشت خیره میشه میگن فوکس. میگه فوکس است. امو رقم زیاد از هر کس امو رقم میگم. ما یک روز دیگه هم در اینجا 4 سال اینجا آمدم 15 ژورنالیسم امروز فوتو ژورنالیسم. برشون میگم فوکس چی است؟ میگه بک‌گراندش که خیره باشی را فوکس میگه. نه فوکس ما شما ایره میگن که هدف ما چی است؟
مثلا چیز به ما روشن است، روشنایی یعنی چقدر به ما تصویر اصل هدف ما چی است، را چی میگیم؟ فوکس میگیم. با بک‌گراند که مثلا خیره باشه دی فوکس به این معنا که یار کار نداره. صحیح است؟ و ما شما باز مثلا که شما برای شما بگه که مثلا تصویر ما فوکس دار باشه باید اپرچر در چند باشه؟ نه ما خود مثلا در اوتو چیز که مثلا شما منوال کار میکنین یک جایی که مثلا فوکس دی فوکس زیاد در نظر نگیرین باز از این 5.6 استفاده میکنین. خب ما گفتم که مثلا پیشتر یک مثالم بردادم هر چقدر که مثلا دان لنز خرد باشه همه قدر فوکس دی فوکس هم میشناسه که مثلا ما برشون گفتم که مثلا در یک جای نمیرکن در دست که سعی کنین تنها یک چیز میبینین. صحیح است؟ به همین خاطر فوکس نمی است که مثلا شما هدفتون یک چیز است. فهمیدین؟ اپرچر هم چی داره؟ دو وظیفه داره. کنترل نور و فوکس و دی فوکس. باز بخیر کار عملیم سر انجام میدیم. دیگه آیسو داریم یا International Standard Organization. به این معنا که یعنی ما شما ای بسیار در کیفیت تصویر بسیار رول مهم داره آیسو. ولی مثلا ما یک سوال اینجا داریم. کامراینا میگه وقتی که تصویر میگیرین آیسویتان باید چی باشه؟ پایین باشه. خیلی چرا آیسوی بلند بخی در کامرا جور کرده که از آیسوی پایین استفاده میکنیم. مثلا تصویر میبینید اگر در 100 آیسو ما تصویر بگیریم تصویری که بسیار صاف و یعنی کیفیت بالا چیز میشه. اگر از آیسو بالا استفاده کنیم تصویر چی میشه؟ متجلجلک و کیفیتش پایین میاد. خیلی چرا آیسو بالا در کامرا اضافه کرده که تصویرم به کیفیت میکنه، تصویرم خراب میکنه، بازم در کامرا آیسو بلند است. کلا مثلث نوربیگی در کنار که سه چیز است اپرچر شد در اسپید و ایزان باز اولویت همیشه اپرچر است. زمانی که ما اپرچر شد در اسپید تغییر میتیم ولی بازم نور کافی به تصویر خود نداریم بعد مجبور میشیم که از آیسو استفاده کنیم. فهمیدین گپ ان شاء الله یا نه فهمیدین؟ مثلا یک جای میرین تاریکی است، شب است. یک تصویر میگیرین که مثلا اپرچرم پایین و بالا بردین که مثلا دان لنز کلان باشه و شتر هم مثلا پایین آوردیم که یک تصویر در 2 ثانیه بگیره، هر چقدر که نور زیاد باشه در کامرا داخل شوه بازم تصویر تاریک میاد. باز چی میکنیم؟ چیزی سوم که هست که استفاده میکنین باز آیسوس. به این خاطر که مثلا تصویر که تاریک باشه آیسو را بلند میبرین تا که مثلا تصویر چی باشه؟ روشن و معلوم شوه. و مثلا در بیرون در روشنایی شما تصویر میگیرین از آیسوی چی؟ پایین استفاده میکنین به خاطر که کیفیت تصویر چی باشه؟ بالا باشه. عرصه شتر، آیسو و اپرچر در بین خود یک رابطه داره. اگر در شتر تغییر میارین مجبور هستین که در اپرچر آیسو تغییر بیارین. اگر در آیسو تغییر میارین مجبور هستین که در شتر و اپرچر تغییر بیارین. اگر در اپرچر تغییر میارین مجبور هستین که در چی؟ در شتر و آیسو هم تغییر باید بیارین. صحیح است؟ توجه مشکل نیست. خب بعد از او در بخش سافتویر کامرا برای فوتو ژورنالیست ها برای کامراینا اینی مهم است که مثلا عکس هم باید بشناسه. شما تا شاید چی را نخوانده باشید؟ شاطر خواندین. یعنی برای کسایی که مثلا کامرامین است، فوتو ژورنالیسم است یا ویدیوگرافر است، اینی بسیار برشون چی است؟ مهم است که شات بفهمه که این شات با چی معنا در کجا استفاده میشه و چی رقم باید ما در کامرا بگیریم. صحیح است؟ ما در رسانه 3 شات بسیار مهم داریم که یکی چی است؟ لانگ شات است، میدیم شات است یا هم کلوز شات. لانگ شات با این معنا که مثلا نمو سوژه سر تا پای در پریم کامرا بیاید. صحیح است؟ این لانگ شات ما میگیم که مثلا با این معنا که مثلا معلوم شود که کس مصروف چی است. صحیح است؟ مثلا ما از سر تا پای که مثلا در کامرا بیاریم با این حتما در کامرا معلوم میشه که در صنف چی است؟ استاد است، در درس میده. صحیح است؟ و دیگه ما میدیم شات داریم. میدیم شات زیادتر شما در مصاحبه مثلا طلوع المعرض شات مصاحبه کامراشون میکنه که یک تصویر بیاید ایره چی میگه؟ میدیم شات میگه مثلا تا
کمر تا اینجا چی میشه میدیم شات میاد. لانگ شات وقتی که میاره اونجا باز کامراینا مشخص است که برای یکی برای لانگ شات است، یکی برای میدیم شات است، یکی برای هم برای چی است؟ برای کلوز شات. میدیم شات هر کس که مثلا گپ میزنه که معلوم شوه که مثلا احساسات یا معلوم شوه که مثلا چی رقم گپ میزنه یا مثلا برای بیننده معلوم شوه که کی گپ میزنه. مثلا 3-4 نفر است اینجا، مثلا اینجا 3 نفر است نه، مثلا این بیادر ما گپ میزنه ما ایره در کامرا میگیریم در میدیم شات میگیریم به خاطر که مردم معلوم شوه که در 3 نفر اینیم بیادر ما چی میشه گپ میزنه. و دیگه ما کلوز شات داریم. کلوز شات شما شاید در مستند و در فیلم های زیادتر فیلم ها دیده باشید که مثلا یک کس حرکات دستش، مثلا یک کس که تسبیح داره مثلا بسیار کلوز یاره میگیره، یا مثلا یک کس که مثلا غمگین باشه یا مثلا خوشحال باشه، مثلا عکس یا تصویر مثلا چشمای از یا مثلا تا گردن مثلا تصویر از یا به خاطر احساسات مردم همون کس که گپ میزنه چی میشه از این شات ما شما استفاده میکنیم. دیگه شات ها ما زیاد داریم که مثلا های لانگ شات است و کلوز است، اکستریم کلوز است، میدیم کلوز است که مثلا یا باز در فوتوگرافرای سینمایی از این شات ها چی میکنه استفاده میکنه. برای ما شما شات های 3 شات بسیار مهم است در ژورنالیسم. میشه دیگر هم یاد بگیرید، خوب است داشته و کار میاد. صحیح است. دیگه یک چیز مهم است که مثلا ما چی رقم یک عکاس مسلکی شویم. کیش میفهمه که چی رقم عکاس مسلکی باید باشیم، چی رقم شویم. باید اصول عکاسی رو بلد باشیم. دیگه شناخت صحیح از کردن داشته باشیم. اصولی رو باید بفهمیم که چی ازش باید عکس بگیریم. بالکل بسیار مهم است. چی رقم؟ بالکل بالکل بالکل. خب یعنی عکاسای غیر مسلکی جان درسان کانه است میاره که یاد بگیریم صحیح. کامرامان مسلکی است. کسایی که غیر مسلکی سیار رو نمیفهمن که حریم خصوصی چی است. میفهمن که حریم خصوصی چی است. شما خواندین در حریم خصوصی چی است. یا رو نمیفهمن که گرید لاین چی است. یا رو نمیفهمن که آیسو و شاتر و پرچر چی است. یا رو نمیفهمن که مثلا ما تصویر در روز در کدام وقت بگیریم که تصویر ما چی بیاد خوبتر بیاد، کیفیتش بالا بیاد. همون چند نکاتی هست که مثلا کسی که میخواد که مثلا کامرامان مسلکی شوه باید همین چیزها رو باید چیز کنه رعایت کنه. صحیح است. همون چیزی که شما گفتین در کلشون در می اسلاید است. صحیح است. مشکل خو نیست دیگه. خب تشکر. اگر چی سوال باشه من در خدمت، اگر نباشه کار عملی سر کامرا شروع میکنیم که همین چیزا که مثلا اینجا خواندیم این را باید عمل در عمل ثبوت کنیم. صحیح است.